سال من کرم پودر خریدم. لباس داره. کرم پودر جدید رو میخوام با این اسفنج جدید تست کنم. من میخوام ببینم این اسفنج با این اسفنج معمولی فرقی داره یا نه. اینجور که میگن کاورش خیلی زیاده و باید فینیش مات داشته باشه. بوی جالبی نمیده. یعنی بوش خیلی شیمیاییه. این طرف صورتمو با این بلند میکنم، این طرفشو با این، ببینم فرق میکنه یا نه. کاورو مشخصه یا نه، ولی تا به اینجای کار این طرف صورتم که با این اسفنج زدم انگار که کاور بیشتری داره تا این طرف صورتم که دارم با این معمولیه میزنم. غرزای کوچولویی که روش داره باعث میشه که مواد کمتری جذب کنه، در نتیجه کاور کرم پودر یا حالا کانسیلر هر چیزی که دارین میزنین روی پوستتون بیشتر بشه و یه جورایی مخملی تر روی پوست بخوابه. یه مثبت برش اینه که این سری که اینجا داره صافه، اگر که پودر فیکس یا پنکیک هر چی بخواید بزنین خیلی راحت میتونین اینجوری بزنین. صابون ابروی شیگلمه. چقدر شیگلم به بسته‌بندیش اهمیت میده واقعا. moment of truth. خیلی بامزه شد ابروم، قشنگ لیفت کردم.